در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله در اوکراین روز غلبه روز پیروزی اتحادیه شوروی سابق بر آلمان فاشیستی را تجلیل کردند. در شهر دنیپروپتروفسک قسمی از سابقه‌داران جنگ، روحانیان و قشرهای دیگر جامعه رمزی سربازان جان باخته در اروپای شرقی را داشتند. قسمی دیگر لنته گیورگی را که حالا رمز جدایی خواهان روسیه گرا در شرق اوکراین شده است. در قرقیزستان هم روز غلبه تجلیل شد و تعدادی از فعالان سیاسی در بین مردم لنته گیورگی مقدس با تصویر پرچم قرقیزستان را تقسیم کردند. این کار یک نوع مخالفت بعضی از قرقیزها با استفاده لنته گیورگی به حیث رمزی پیروزی بر آلمان فاشیستی بوده است. در تاجیکستان رئیس جمهور امامعلی رحمان و دیگر مقامات رسمی با گلگذاری در پایه آتش ابدی در باغ غلبه خاطره قربانیان جنگ بزرگ وطنی را گرامی داشتند. با گفته مقامات رسمی در تاجیکستان حالا بیشتر از 1100 سابقه‌دار جنگ جهانی دوم باقی ماندند و حکومت با امتیازهای زیاد اجتماعی در حق آنها غمخواری می‌کند. در قزاقستان مردم با گلگذاری در نزد آتش ابدی در باغ به نام گنرال پانفیلوف در شهر الماتا خاطره قربانیان جنگ بزرگ وطنی را گرامی داشتند. همچنین ماشین‌های نظامی قدیمی به نمایش گذاشته شد. در شهر مسکو پایتخت روسیه فعالان حزب یابلوکا با گلگذاری در آرامگاه پریابراژنسک یاد هزاران سرباز مسکوی را گرامی داشتند که در جنگ جهانی دوم جان دادند. در مولداوا پیروان حزب کمونیست با راهپیمایی از مرکز شهری کیشینیوف پایتخت به مجمع یادگاری جنگ جهانی دوم در این شهر رفته و با گلگذاری خاطره قربانیان جنگ بزرگ وطنی را پاس داشتند. اما در پایتخت بوسنیا و هرزگوین شهر سرایبو چند صد نفر علیه بیکاری زیاد و به گفته آنها عملکرد کند حکومت در ناآرامی‌های اول همین سال تظاهرات کردند. بعضی از تظاهرگران برای رسیدن به محل تظاهرات راهی درازی را در 2 روز طی کردند. در پاکستان مردم بیجا شده ناحیه قبایل نشین خیبر به خانه‌هایشان برمیگردند چون حکومت گفت که مناطق زیستی آنها را از حضور جنگجویان پاک کرده است. این مردم سال پیش بعد آغاز عملیات نیروهای حکومتی علیه طالبان و دیگر تندروان اسلامی از ترس جنگ خانه‌هایشان را ترک کرده و پیشاور آمدند. بعضی از این مردم همین هفته با برگزاری تظاهرات از حکومت خواستند برای ویران کردن خانه‌هایشان جبران بپردازد و امنیت را به طور مناسب تامین کند. در شهر مینسک پایتخت جمهوری بلاروس مسابقه فدراسیون بین المللی هاکی آغاز شد. قرار است تقریبا 70,000 نفر به تماشای این بازی ها بیایند. جمهوری بلاروس بار اول است که چنین مسابقه بزرگ را میزبانی میکند، هرچند بعضی از مقامات اروپایی و آمریکا خواسته بودند که این بازی ها در دیگر کشور برگزار شود.